سلام دوستان هنری. اگه میخوای بدونی عنبیه رو چطوری میکشم پس تا انتهای ویدیو همراه باش تا نکاتی رو بهت میگم که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اولین چیزی که توی عنبیه خیلی مهمه اینه که دور تا دور عنبیه رو به شکل دایره بکشید و اصلا چین و قوس نداشته باشه. این چشمی که میکشم حالت سه داره ولی تو حالت تمام رخ عنبیه باید کاملا دایره باشه. عنبیه از قسمت‌هایی از مردمک خطوط‌هایی تشکیل میشن که توی هر مدل متفاوته. پس بر اساس مدلی که میبینی باید طراحی کنی. داخل عنبیه سایه‌ها و نورهای شدید وجود داره. انعکاس مژه‌ها وجود داره که باید اینها رو سر جای خودش قرار بدید تا بتونید یه عنبیه طبیعی طراحی کنید. برای کشیدن عنبیه سعی کنید که دایره های زیادی رو بکشید. بعد از کشیدن تمرین دایره میتونید به راحتی یک عنبیه کاملا به شکل دایره رو به دست بیارید. همونطوری که دیدید من اول از مردمک شروع کردم. اول قسمت تیرگی رو میذارم تا بتونم تا انتهای کار تیرگی و روشنی کار رو به راحتی به دست بیارم. وقتی من مردمک رو کشیدم دور تا دور مردمک رو یه خط صاف نذاشتم. حاله رو ایجاد کردم که بتونم یه حالت طبیعی رو نشون بدم. حالا میام کم کم تمام سایه ها و تمام جزئیات عنبیه رو اضافه میکنم. همونطوری که دارید میبینید من توی این عنبیه خط و خطوط دارم، اما توی یه سری از مردمک ها حالت های لوزی شکل، حالت های تیرگی ها بیشتره یا اینکه تیرگی های کمتری داریم یا خط و خطوط های نازکتری داریم. همه اینا بسته به مدلی داره که شما دارید انتخاب میکنید. پس مدلی که انتخاب میکنید و مدام نگاه کنید و بر اساس اون تمام جزئیات رو سر جای خودش قرار بدید. توی یه سری از عنبی هایی که داریم میکشیم دور تا دور عنبی تیرگی های کمتری ممکنه داشته باشه، اما این مدلی که من الان دارم کار میکنم یه قسمتش تیرگی خیلی زیادی داره و یه قسمتش تیرگی کمتری داره. برای اینکه این چش حالت سراخی داره اون قسمت عنبیمون حاله‌ای از تیرگی رو داره و این قسمت عنبیه که من الان دارم کار میکنم تیرگی بیشتری رو داره.
خطایی که دارم میذارم یه سری هاشون خیلی تیره و یه سری هاشون نسبتاً روشن هستن. پس با همین تیرگی ها و روشنی ها یا همون کنتراست رنگ باعث میشه که یه کارمون طبیعی تر بشه و بعد داشته باشه. پس حواستون باشه که کجا روشنی هست، کجا سایه هست، کجا تیرگی هست تا بتونین یک چشم کاملا طبیعی رو به دست بیارید. این کنتراسته که باعث میشه که کارتون طبیعی بشه و بعد داشته باشه. شما میتونید بعد از هر سایه‌ای که میزنید با محوکن یا با قلمو روشو محو کنید. من حالا توی این ویدیو اصلا از محوکن این چیزا استفاده نکردم، اما برای اینکه کاملا کارتون طبیعی بشه حتما باید از محوکن استفاده کنید. برای اضافه کردن جزئیات حتما نوک قلمتون رو تیز کنید. وقتی تیز باشه یه کار کاملا تمیزی رو بهتون میده. برای اینکه حالت سراخ چشم رو بهتون نشون بدم یکم سایه های دور تا دورش هم اضافه کردم. اینم از آموزش عنبی چشم. امیدوارم که براتون خیلی مفید باشه و دوستش داشته باشید. منتظر نظراتتون هستم. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید.